وزیر حج عربستان سعودی روز سه‌شنبه 31 مارس از مسلمانان در سراسر جهان خواست که تا معلوم شدن وضعیت پنجشنبه کرونا ویروس از برنامه‌ریزی برای سفر به این کشور و شرکت در مراسم حج خودداری کنند و انتظار بمانند. ظاهرا موسم امسال حج که در اواخر ماه ایول آغاز می شود تحت تاثیر پنجشنبه کرونا ویروس قرار خواهد گرفت. سالانه در موسم حج حدود 2.5 میلیون نفر برای ادای این فریضه اسلامی به عربستان سعودی سفر می کنند. با گزارش شبکه الجزیره، محمد صالح بن طاهر وزیر حج عربستان سعودی به تلویزیون الاخباریه گفته است که کشورش آماده قبول زائران و خدمتگزاری به آنها هست، اما حفظ سلامتی زائران برای عربستان نهایت مهم می باشد. طبق این گزارش عربستان سعودی فعلا شماره گرفتاران به کرونا ویروس را 1500 نفر اعلام کرده است و 10 نفر نیز در این کشور بر اثر این بیماری جان باختند. عربستان سعودی ماه گذشته پس از ثبت اولین حالت گرفتاری به کرونا ویروس و به خاطر پیشگیری از پنجشنبه این بیماری به طور موقتی ورود افراد به این کشور را برای ادای حج عمره و زیارت مسجد پیامبر منع کرده بود. سعودی همچنین ورود افراد با ویزه سیاحی از کشورهایی را که همکنون ویروس کرونا در آنها تهدید به شمار می رود ممنوع کرده است. همه ساله از تاجیکستان هم هزارها نفر به عربستان سعودی به زیارت جایهای مقدس سفر می کنند. از جمله سال گذشته از تاجیکستان حدود 6000 نفر به حج رفتند. در موسم غیر حج هم صدها شهروندان تاجیکستان برای حج عمره به عربستان سعودی سفر می کنند.